ببخشید که از ببخشید که از واقعا ببخشید که نتونستم از کلش لال شدم. هی چطوری؟ چیزی نیست، از جنگ برنگشتم، استخر بودم. اینم سالاده، خیلی روش باحالیه، خیلی باحاله. سالادو توی ظرفای اینجوری، جارای اینجوری درست کنین، بعد توش سس بریزین، اینجوری هم بزنین. اصلا میخوایم با هم یه چیزی درست کنیم که خیلی وقت من دارم سعی میکنم تمومش کنم. احتمالاً امشب با هم دیگه تمومش کنیم. وای خدا خیافم ببندم یا باز باشه. ته بازی ویدیوهای من 400-500 تاست دیگه، چه اهمیتی هم داره مگه موام چجوری باشه. تیکه بود. بذارین برای اینکه هم گوشی من پر نشه هم وقت هدر نره من برم و بیام. یعنی حالم داره از موهام به هم میخوره. یه لحظه واقعا برم ببینم میتونم کارش کنم یا از قبل بهتر شد، ولی یعنی هر چی که شد میدونم که اصلا خوب نیست. اینایی هم که از جنگ برگشتن ولی اوکیه. خب یه توضیح ریز بدم. چند وقته که دارم روی این مجسمه‌ام کار میکنم. شاخ گوزنه و این مجسمه‌ای که فوق العاده دوستش دارم. حدوداً پارسال موقعی که داشتم تئاتر کار میکردم و عروسک‌های تئاترمون رو با بچه‌ها درست میکردیم دوره هم، من از دورریز وسیله‌های تئاترمون اینو درست کردم که کلاً از کارتون درست شده و پاپیه شده. همین تو این اینستا از پاپیه کردنش براتون گذاشتم، ولی اینجا نتونستم ویدیو بگیرم، یادم رفت راستشو بخوام. پیروز رفتم اینو خریدم و انقدری که واسه باز کردن و استفاده کردن این ذوق داشتم واسه هیچ چیزی نداشتم تا الان. Unboxing the Pars Artist، اسمش چیه لامصب؟ Painting Knife. خودش از این ور پاره شد. وای چقدر خفنه. آقای گفتش که این اینجوری میشه، گفت که این چون اینجوری خم میشه پس جنس بهتریه نسبت به بقیه. منم چون هیچ ایده‌ای نداشتم همینو خریدم. اینو اندازه گیری کردم که دو سمتش شبیه هم در بیاد. تقریبا قرینه است جز اینجاش که گند زدم، ولی مهم نیست، خیلی نشون نمیده، قشنگه. این اولین باریه که دارم ازش استفاده میکنم. نمیدونم دقیقا قرار چجوری در بیاد کارم، ولی بهش میگن خمیر تکسچر، یه همچین چیزایی اسمشه. خمیر تکسچر برند نوستالژی و کل چیزی که ازش میدونم همینه. خیلی چیز خفنیه چون دوستم استفاده کرده و واقعا چیز خفنی در اومده. منم یه دونه خریدم، گفتم که واسه این امتحان کنم. اینم من حدودا 1 سال پیش خریدم ولی هنوز استفاده نکردم. شبیه گچ میمونه، راحت هم پایین نمیاد، شبیه گچ میمونه در واقع، ولی خب اینجوریه، یعنی خیلی تکسچریه که تکسچر داره. کل کاری که قراره شما همراه هم باشین و من واسه این مجسمه انجام بدم اینه که بهش تکسچر بزنیم. واقعا نتونستم از کل پروسش ویدیو بگیرم به خاطر اینکه پروسه طولانی مدت و مزخرفی بود و حدوداً 1 سال فقط گذاشته بودمش یه گوشه و استفادهش نمی کردم که همین چند روز پیش دیدمش و گفتم چرا کاملش نکنم. اصلا نمیدونم باید چجوری از این استفاده کنم. وای خیلی داره بهم حس خوبی میده. خمیرش خیلی خیلی تکسچر باحالی داره، یه همچین تکسچری داره و خیلی باحاله. خیلی خیلی حس باحالی میده وقتی که اینجوری میکشینش روی یه سطحی. خب این تا اینجا
هیچی معلوم نیست. خب من چیشو نشون بدم؟ یعنی دارم شروع میکنم روشم بزنم، نمیخوام که کلش سفید شه، میخوام یه جورایی تا اینجاها، از اینجا انگار داره میاد و تا اینجاهاشو میگیره، یعنی فقط تا اینجاها، اگر کامل سفیدت نکنم خراب نکنم، تا اینجاها قراره که اینطوری بیاد، اینطوری، و نمیخوام که کلش سفید بشه. شاید اگر کلش سفید شه هم خوشگل بشه، ولی چیزی که مد نظرم بود از اول که اینجوری بشه. من حوصله‌ام داشت سر میرفت، یه کوئسچن باکس توی اینستا گذاشتم، ازتون خواستم که ازم سوال بپرسین. این مواد خیلی زود خوش میشه، اگه یه لایه نازک میزدم شاید تا الان خوش شده بود به همین زودی. یه نفر گفته که your view of life، نگاه من به زندگی شاید خیلی ساده تر از چیزی باشه که خیلی ها بهش فکر میکنن. به نظر من ما اومدیم که یه اثری خلق کنیم، یه اسمی از خودمون به جا بذاریم و بای بای. شاید انقدرم ساده نیست که من دارم میگم، ولی همینقدر ساده است. ما میخوایم که از زندگی لذت ببریم و اسم خودمون رو به جا بذاریم و بریم. پس این میشه دلیل اینکه کارهایی رو انجام بدیم که دوستش داریم و به خاطرش پیش هیچ کس خجالت زده نشیم. این که دارم میگم کارهایی رو بکنیم که دوست داریم، کارهاییه که مسلما نه به خودمون آسیب میزنه نه به کسی آسیب میزنه و صرفا یک چیزیه که با انجام دادنش حس خوبی بهمون دست میده. پس هیچ عیب و ایرادی نداره. به 1 سال گذشته هممون بیشتر به این جمله ها رسیدیم که کاری که دوست داریم رو انجام میدیم، چیزی که ازش حس خوب میگیریم و پیش خودمون نگه میداریم و غیره و غیره. ولی واقعا بهش فکر کنین، یعنی اگه تا الان بهش فکر نکردین بهش فکر کنین. فکر کنم تو کتاب 16 کوچولو بود که میگفت از زندگی آدم بزرگا بکش بیرون. مسلما اینجوری نمیگفت، ولی خب من دارم اینجوری میگم. ولی فکر کنم کتاب 16 کوچولو بود که گفته بود که از زندگی آدم بزرگونه بیاین بیرون، برای اینکه یه ذره شادتر باشین. کارهایی رو انجام بدین که بهتون حس خوبی میده و برای خودتون واقعا وقت بذارین. خیلی از ماها وقتی وارد زندگی بزرگسالانه میشیم خیلی از خودمون دور میشیم و من اینو واقعا خودم حس کردم و فوق‌العاده بده. من 1 سال گذشته رو یک سره داشتم کار میکردم بدون اینکه حتی بخوام به خودم فکر کنم، به خودم یه ذره وقت بدم، یه ذره لذت ببرم از زندگیم. لذت بردم از زندگیم ولی خیلی کم و خیلی کوتاه. زندگی آدم بزرگا همینه. کاش میشد هیچ وقت بزرگ نشه. میخوام یه همچین حالتی بشه، یعنی این سفید بشه و همینطوری سفید تور بیاد، این دوتا کامل سفید بشه. خب بعد این اینجوری بیاد بالا، یعنی یه همچین حالتی انگار که یک چیزی پخش شده یا یک چیزی داره کلشو میگیره. حالا اگر تونستم امشب تمامش کنم که تو ویدیو بهتون نشون میدم، اگر نه که فردا تو ویدیو بهتون نشون میدم. تا اینجای کار قراره خیلی خوشگل تر بشه. این فقط بیس کاره، احتمالا روش رنگ بزنم اینجاشو. این تکسچریه که داره، خیلی دوستش دارم این حالتشو. این سمت هم قراره مثل این سمت اینجوری بیاد بالا، ولی خب یه ذره بیشتر، نه همینقدر. های اگین. امروز فرداست. یه چیز دیگه هم اومده تو ذهنم که فکر کنم بهش رنگ مسی هم بزنم، چون توی عکس‌ها و ویدیوهایی که تو پینترست میبینم رنگ مسی واقعا رنگ خفنیه و احتمالاً بهش بزنم. بازم نه که کلشو بگیره، کلا از اینکه یه چیزی یک دست باشه و کلش یه شکل باشه خوشم نمیاد. از کوئسچن باکسی که دیشب گذاشتم چند نفر چند تا سوال پرسیدن. یکی گفتش که چرا مثل قبل شاد نیستی و چهرت کلا غمگینه. نمیدونم، واقعا اینجوری نیست. برای خودم حداقل من اینجوری حسش نمیکنم. نمیدونم چرا همچین حسی به داده چهرم،
ولی من تمام تلاشمو میکنم همیشه جلوی دوربین حداقل شاد باشم. نه که شادی فیک، ولی بهترین ورژن خودش آدم معمولا میاره روی سوشال مدیا. ولی نمیدونم، امیدوارم که از این بعد منو شادتر ببینی. یکی گفته چرا PS5 منو نمیدی؟ میتونم اینجوری بهت جواب بدم که خودم دارم با گوشی ویدیو میگیرم. یکی دیگه هم گفته واسه زندگی چه برنامه‌ای داری؟ فکر نمی کنم که آدم خیلی دوست داشته باشه، یعنی من اینجوریم، خیلی دوست ندارم برنامه‌های شخصی زندگیمو روی سوشال مدیا بذارم. به نظر من آدم ممکنه که هر لحظه نظرش عوض شه و اون کاری که میخواسته ادامه بده رو ادامه نده. هر چیزی ممکنه دلیلش باشه. واسه همین اینکه بعداً بخوای به همه توضیح بدی که من چرا این کار رو ادامه ندادم یا اینکه چرا من انتخاب کردم که این کار رو شروع بکنم، خودش یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست که واسه همین من معمولاً ترجیح میدم که خیلی توضیح ندم. یعنی اگر چیزی بود که لازم باشه توی سوشال مدیا راجبش صحبت کنم، خب صحبت میکنم. ولی هنوز برنامه دارم برای سوشال مدیا، کلی زیاد برای آینده، ولی خب این چیزایی که من واسش برنامه دارم نیازمند سابسکرایبرهای خیلی بیشتره، نیازمند یک کامیونیتی خیلی بزرگتره تا بتونم کاری که میخوام بکنم و حداقل در یک مسیر بزرگتری انجام بدم، نه که همینطوری الکی شروع کنم و بعد این مدت کارم نگیره و بخوام ناراحت بشم از اینکه چرا نگرفت. معلومه که چرا نگرفت، خب الان سابسکرایبری ندارم آنچنان که بخوام مثلا اون چیزی که تو ذهنم رو اجرا کنم. ولی در کل خیلی 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 برنامه دارم واسه یوتیوب و اینستا و این دوتا سوشال مدیایی که دارم، ولی واقعا نیازمند اینه که خیلی بیشتر از این چیزی که الان دارم کامیونیتی بزرگ شده باشه. یه سوال دیگه این بود که میخوای یوتیوب رو ادامه بدی؟ 100% من تازه شروع کردم دوباره ویدیو گذاشتن توی یوتیوب و واقعا برای من یکی از بزرگترین خوشحالی‌های دنیا حساب میشه اینکه ویدیو بگیرم، ادیت کنم و پستش کنم و کامنت بگیرم. خیلی حس خوبیه، خیلی. من اینو بازم کاملش میکنم، تقریبا تموم شد، چیز نهایی همینه. اینورم قراره شبیه اینور بشه یا حالا برعکس گفتم نمیدونم. و اینکه همین احتمالاً از بالاش هم یه ذره سفیدی بیاد. اگه ازش خوشتون اومد یا حتی بدتون اومد و انتقادی دارین یا هر چیز دیگه ای، من منتظرم که تو کامنت ها بشنوم. این کاری بود که امروز با هم دیگه انجام دادیم و خیلی 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 قراره کارهای دیگه انجام بدیم با هم دیگه توی یوتیوب. اگر ویدیومو دیدی و دوستش داشتی خیلی 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 خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی، واسم کامنت بذاری و کانال رو سابسکرایب بکنی. گفتن این جمله ها خیلی سخته، اوکی؟ بهم حق بدید. و مرسی که ویدیومو نگاه میکنید.